یک آدم سرمایه‌دار مالدار بود، بعد بچه‌ش که بچه‌ش تعلیم داد. گفت من میام برم همین اسکیای سفیدی مرا دیدی؟ گفت من همین را دوست می‌دارم دنیا. گفت همین روزی جنازه‌ام که دستم کردن کفن دادن همین اسکی را بپوشوندن پای ما. بعدشون بچه‌ها خب بگن قصرش دادن کفن کردن اسکی را پوشوندن که ملون اسکی را میگیره میپرد. باوش میام میپوشونه که ملون میگیره میپرد. بعد دیگریش اومد گفت ای اوته من وصیت کرده گفت وصیت اوته دیگه بکر نمیره، امر خدا امر رسول است. یک کفن قدی میره لیچی مادرزاد دیگه چی در کار نیست. گریه کردن همش شب در خواب آتش بچه‌هاش در اومد. بچه‌هاش اوتا هم فقدیم نسکی را نموندن. ملوی خیلی گفت تری گفت قاضی خیلی گفت بچه همین تعلیم به نفهمیدین. گفت چی همین کمال ثروتی ما دور مرا یا نسکی ما نموندم برام دیگه بمونن که کریسلر و موچی نبخوری یا نسکی را نموندم ما ببرم. برای همین یافت این سرمایه را خیر احسان کنین، خشتباری کنین. حاجت یک برادر براری یک صغیره و یک یتیم در خانه میسترشه سیلک او را نگاه که انمی در قبر بینو میشه.